روز 2 مارس سال 2023 یک واحد مسلح ناشناس وارد قلمرو ولایت با اوکراین هممرز برینسک روسیه شده دست به عملیات جنگی زده است. از آغاز جنگ ضد اوکراین تا کنون صدها مورد حمله های موشکی و هواپیماهای بی سرنشین به خاک برینسک و دیگر ولایت‌های هممرز با اوکراین ثبت شده بود، ولی این بار اول است که یک واحد مسلح وارد خاک روسیه شده دست به عملیات جنگی میزند. رسانه‌های روسیه این واحد مسلح را گروه تخریبکار اوکراین مینامند و میگویند سلاح به دستان چند نفر را به اسارت هم گرفتند. اما میخائیل پادالیاک مشاور دستگاه رئیس جمهور اوکراین در توییتر گروه تخریبکار اوکراینی نام بردن این واحد یک تفتیه کونه شده از سوی حکومت روسیه نامید و نوشت که ظاهراً این نیروهایی است که ضد حکومت روسیه شورش برداشتند. حکومت روسیه میخواهد با این تفتیه کلاسیکی کمی هم باشد هم شهروندانش را ترساند و سبب قشاقی اهالی و حمله به یک کشور صاحب استقلال را سفید کند. و اما حرکت پارتیزانی در روسیه رو به افزایش است و آنها روز به روز این همه بی‌عدالتی و قشاقی رو دیده بدخشمتر میگردند. از پارتیزانای خود بترسید، نوشته است پادالیاک. در اینترنت چند ویدیو نیز پیدا شد که در آن افراد مسلح خود را سپاه آزادبخش روسیه نامیده میگویند وارد قلمرو ولایت برینسک شدند تا به ضد رژیم پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین بجنگند. مقامات ولایت برینسک برای نوستی تصدیق کردند که زدخورد بین نیروهای پلیس روسیه و شخصان سلاح به دست در ناحیه کلیموفسک ادامه دارد. تا به حال ارتش اوکراین در این مسئله چیزی نگفته است. وزارت مدافع روسیه نیز قضیه را شرح نداده است. بنا به نوشته تاس این عملیات دو جانبه علاقه کشته و زخمی ها را به جا گذاشته است. رسانه های حکومتی روسیه می نویسند که نزدیک به 50 نفر وارد شهرک شده همه باشندگان شهرک را به اسارت گرفتند. اما اگنتی تاس خبر می دهد که دست کم 6 نفر را سلاح به دستان اسیر گرفتند و همگی در شهرک سوشانی 180 نفر زندگی می کرد. در همین حال والی ولایت کورسک نیز از کشته شدن یک نفر و مجروح گردیدن یک نفر دیگر خبر داد. رمان ستاروویت می نویسد که در نتیجه حمله ارتش اوکراین در شهرک تیوتکینا 2 نفر جراحت برداشتند. متاسفانه تا آمدن ماشین یاری تعجیلی یک نفر آنها جان خود را از دست داد. باید یادآور شد که از اول حمله روسیه به خاک اوکراین ولایت برینسک تا 2 مارس سال 2023 39 مرتبه زیر آتش اوکراین قرار گرفته بود، ولی این بار اول است که یک واحد مسلح وارد منطقه روسیه می شود. در عموم باشد منطقه های هممرز با اوکراین از اول جنگ 350 مرتبه تحت ضربه های درونی و موشکی قرار گرفتند.